بازم کنار هم دیگه واژه بچین، راجع به چی باشه بشین. چشاتو باز کن، یه لحظه مال من باش، یه لحظه بیا توی حس و حال من باش. پس میکروفونو به دست من تو بده بگم، از این زمونه و از دلی که تکه تکه است. هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد، جز اینم ندارم یه فکر بهتر. از جمونگی بگم که شده سمبل رشادت، ایران برا شده مثل صندوق تجارت. پس هنرمند وطن الان کجاست؟ نیست. اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست. از چی بگم برات؟ انتظار داری چه چیزی از جیب من درات؟ به جز کاغذ سفید پاره غبار رفیق، حرف توشه ولی با خودکار سفید. تو هم مثل منی، تو هم کم درد نداری. درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری. من کسی نیستم با این زخم و دردم بگیره، ولی این عشق‌ها رو کی میخواد گردم بگیره؟ از چی بگم؟ خدا از این بنده های خسته، از این همه درد تموم دنده هم شکسته. خنده هامو نبین، این خنده هام یه چسبه رو لبم، این منم با یه رد پای خسته. از چی بگم؟ بگو از یه روح زخمی که باید یک تنه بره تو قلب کوه سختی. از روزهایی که خط خوردن توی تقویم، خبر میدن از یه اجتماع رو به تخریب. از چی بگم؟ از بچه های پایین شهر که غذا واسه خوردن دارن ماهی شهر، اون که تنها دلیل خوابش به عشق فرداست، تنها پاتوق عشق و حالش بهشت زهرا. یا که بگم از اون رفقای کاخ نشین که هستن تو واردات کالای ساخت چین. تو به من اینو بگو من از چی بگم؟ خب ما گفتیم ما تموم دردا ریشه کن شد. از چی بگم برات؟ شاید قصه دوست داری مثل قصه اون هم کلاسیان روستایی. اگه قصه تلخه گناه واقعیت، داستان نرگس و گلای باغ میهن که نشستم با صد چراغ و افسوس. کاشکی یه بخاری جای چراغ نفسوس داشت. چراغ افتاد توی کلاس و گر گرفت، آتشی که پوست بچه ها رو مثل گرگ گرفت. یه طفل معصوم با داد فریاد گفت زود بدو این سمت در، ولی درم قفل بود. چشم خوش شد یکم بهم عشق بده ایزد، این بچه ها با کدوم دست مشق بنویسن؟ کودکی مرد در راه کلاسی که سوخت و منتظر یه جراح پلاستیک. یاس نمیخواد ته قصه رو هرگز ببنده، چون باز دلش میخواد که نرگس بخند. از چی بگم؟ این سنده شده غروب زد تو قلب بچه های مدرسه 2 روز زد. واسه نخور صدامو بشنو از زیر خونم، من صدا تو به گوش همه میرسونه. از چی بگم؟ دلی که فقط اسمش دله، یا عمری که نصفش عشق نصفش گله، یا از روح توی زندون که جسمش بله. آدم مجبوره که با شرایط وقفش بده. از چی بگم؟ بگو از یه روح زخمی که باید یک تنه بره تو قلب کوه سختی، ولی قسم به خدا قسم به روح تختی که من بدون ترس میرم به سوی تقدیر. خیلی خشن زندگی ولی حوصله کردم، تو فشن زندگی من یه مدل درده، ولی دفتر گذشته هامو ذره ذره کردم و اومدم جلو که پی درد سر بگردم. از چی بگم؟